السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دوستای عزیز وقتان بخیر. امید که جور صحت سلامت باشین. هر دنیا که هستین خوش آرام باشین. عزیزا، یک موضوع خیلی مهم که بعض دوستا خیلی هم سوال داشتن در این باره و خوشبختانه امروز کمپانی هم در مورد ریکاور فند یا در مورد از که در جریان قرارداد مثلا شما پولتان نیاز میشه میکشین، اینجا یک آپشن هست به نام ریکاور فند و ما میخوایم در این باره بر شما بیشتر توضیحات بدم تا اینکه بتونن خوبتر بید. خب دوستای عزیز، پیش از اینکه ما این موضوع را بحث بکنیم، یک موضوع خیلی مهم این است که وقتی شما مین سرمایه گذاری میکنین، مثلا $50 یا $100 یا هر چیزی که سرمایه گذاری میکنین، لطفاً شما در شروع مثلا قرارداد یا در از اینکه از وقت سرمایه تان شروع میشه تا ختم قرارداد حوصله مندی تان حفظ داشته باشین، یعنی حوصله بکنین. این مثل دیگه کمپانی های فیک وری نیست که هر روز برای شما مفادهای بیشتر پرداخت بکنن. مثلا شما $50 سرمایه گذاری میکنین، در $50 برای شما روز 4 یا $5 بیایه. ما در همه ویدیوهای می موضوع را یاد کردیم که منطقی شما فکر بکنین که اگر شما فرض بکنین یک تاجر باشین، در $50 بر شما یک نفر بده و بگه شما $50 بگیرین سرش کار بکنین، آیا شما روز 4 یا $5 بر از او عاید داده میتونین؟ درست است؟ پس حال میم سر موضوع زینوسی که بعض از دوستا سرمایه گذاری میکنن، در جریان سرمایه گذاری 2-3 روز تیر نمیشه که عاجل پیامایشان میآید که چرا در پندینگ میره و چرا از پندینگ به اویلیبل نمیآید. این موضوعات از زیاد یاد میکنه و ما میخوایم که شما وقت قرارداد کردین با کمپانی، خصوصا کسایی که $50 سرمایه گذاری میکنن، لطفا بگذارین دیگه تا آخر قرارداد. این نه که مثلا 2-3 روز از قراردادتان تیر میشه عاجل مسیج میکنین که او ولی خیلی وقت میگیره و مچم در پندینگ میره و از پندینگ در اویلیبل میره، بسیار وقت میگیرین. دوستای وقت قرارداد کردین با کمپانی بگذارین تا ختم قرارداد. ختم قرارداد شد میتونین که پولتان دوباره مثلا که اصل مفادش یا که سرمایه تان میتونین برداشت بکنین. بعض دوستا خیلی عجله میکنن و در این باره ما میخوایم بر شما بگیم که حوصله بکنین. وقتی شما روی یک سیستم آمدین سرمایه گذاری کردین، پس اعتماد امور حفظ بکنین و حوصله بکنین. دیگه میم سر از این موضوع دوستای عزیز بحث میکنیم که بعض دوستا مثلا در جریان قرارداد پول نیازشان میشه و میتونن از سرمایه خود امو سرمایه گذاری که انجام میده میتونه کنسل بکنه و کمپانی برش پرداخت میکنه. و در این پرداختی ها دوستای عزیز کمپانی بعض از قوانین داره یا بعض از پالیسی داره که ما باید با پالیسی و قوانین شرکت احترام بگذاریم. بعض دوستا سر صداشون برآمده و کمپانی چرا این قوانینی پالیسی را وضع کرده، بابت از این کمپانی یک موضوع را نشر کرده که حالا خوب است در همین ویدیو دانه دانه بر شما تشریح میکنیم که امروز خوشبختانه کمپانی موضوع را نشر کرده. خب دوستای عزیز، این کمپانی گفته وقت فرد قبل از پایان قرارداد پول خود را دریافت میکند، چرا زینوس 70% از این مثلا دوباره پرداخت میکنه و 30% باقی مانده از اون کمپانی برش، یعنی 30% کمپانی خودش دور میته و 70% برش پرداخت میکنه. پاسخ کمپانی به همچه افراد یا به بعض دوستایی که مثلا میای سرمایه گذاری میکنه و بعد از پول خودم میکشه، پاسخش برازی است که در ابتدا باید توجه داشته باشد که هیچ وبسایت یا هیچ شرکت تا قبل، یعنی تا ختم قرارداد، هیچ پول را پرداخت نمیکنه. شما شاید هم، یعنی شخصا خودم در این مدت که ما در سیستم های آنلاین کار باره شروع کردیم، هیچ سیستمی وجود نداشته که واقعا در جریان قرارداد مثلا پول کنسل بکنه و پول دوباره مثلا بر شما بده. اولین سیستم زینوس است که بر شما میگه برادرم وقت شما آمدین با کمپانی کار شروع کردین، دستتان بند شد، میتونین که در جریان مثلا کنسل بکنین، میتونین سرمایه تان بگیرین، ولی طبق یک پالیسی و قانون. اولین شرکتی هستیم که مثلا در جریان قرارداد ما میتونیم مثلا پول شما را کنسل بکنیم و بر شما پرداخت بکنیم. خب در قدم دوم دوستای عزیز، زمانی که سرمایه گذاری میکنید، زینوس قرار است با 4 سطح از افراد اپلاینای شما این سرمایه گذاری را مثلا سلسله مراتب درآمد پرداخت بکنن. مثل ای که افراد میان تیم سازی میکنن،
مثلا من تیم دارم، تیم ما وقتی که سرمایه گذاری میکنه کمپانی بر ما مفاد میده، کمپانی از ما کده بالاتر مثلا کس دیگه یک از بر از او مفاد میده، هم قسم بالاتر از او کس دیگه یک از برش مفاد پرداخت میکنه، مثلا از برای یک نفر 4%، برای یک نفر 3%، برای یک نفر 2% و برای یک نفر 1%. اینمی پرداخت هایی که انجام میشه کمپانی میگه ما از اینی 30% که دور میتیم ما امی پرداخت ها را از این برای اپلاینا پرداخت میکنیم و بابت از اینی ما 30% دور میتیم. یعنی یک گزینش ای است که کمپانی گفته که ما پرداخت وقت انجام میتیم اینی پرداخت ها را از اینی 30% ما کسر میکنیم یا دور میتیم. سومین قدم دوستای عزیز، زمانی که شما سرمایه گذاری میکنید زینوس قرار است پول وارد شده را در بخش پاداش را با 12 سطح بالا در بخش پاداش پرداخت کنه. من بر شما گفتم که کمپانی از بخش سرمایه گذاری که شما انجام میدین بر اپلاینایتان بونس پرداخت میکنه. مثلا درآمد تقریبا 9 درآمد کمپانی داره و همین 9 درآمد وقتی که شما سرمایه گذاری میکنین بر اپلاینای کسایی که بالا سری است شروع میشه و از این خاطر است کمپانی 30% کسر میکنه. خب دوستان عزیز اینجا میایم شماره چهارمش، زمانی که شما سرمایه گذاری میکنید زینوس قرار است این پول را برای معامله در بازار بگذارد، در طول قرارداد نمیتواند پول را از بازار خارج کنه زیرا کالا خریداری شده که من در ویدیوی دیگه هم این موضوع را اشاره کردم. ببینید دوستای عزیز وقت شما، مثلا من یک مثال باز هم زنده بر شما میتم، شما تجار هستین، من یک مقدار پول بر شما میتم که دوست عزیز بگی سر از این پول ما شما کار بکنین. وقت من تجار هستم خب وقت پولت میگیرم من مجبور هستم بابت از اینکه به تو یا به خود یک چیز مفاد برای ما بیایه من پول بگیرم برم سرمایه گذاری بکنم، مثلا یا مثلا کالا خریداری بکنم یا مثلا میوه خشک خریداری بکنم یا مثلا موتر خریداری بکنم، هر تجارتی که یک افراد انجام میده. خب وقت من جنس خریداری میکنم من مجبور هستم با در فروش یک چیز مفاد پرداخت کنم، درست است؟ یا مثلا اگر جنس ما خریداری کردم با $1000 امو $1000 مطمئن باش که از او $1000 800 جنس تمام شده 200 عمده فروش دوزو مفاد گرفته، درست است؟ ما در جریان از این قرارداد که ما بین ما و خودت بسته شده در دمی جریان وقت تو میخوای مثلا میگی با ما پول ما بده، صحیح است؟ ما خب پول رفتیم جنس خریداری کردیم، وقت تو میگی پول ما بده ما مجبور هستم برم اونمو جنس با تاوان، درست است، با تاوان در بازار بفروشم و بر تو ما مجبور هستم همون پول پرداخت بکنم چون تو ضرورت داری. از مو خاطر کمپانی میگم ما 30% دور میتیم، درست است؟ اگر ما اینا را حساب بکنیم، اگر مثلا این بخش پاداشا را حساب بکنیم، اگر بخش 12 لول حساب بکنیم و اگر بخش از این کمپانی یک جنس سرمایه ما خریداری کرده او را حساب بکنیم، اینجا کمپانی گفته که ما باید مثلا حدود یعنی 60% پول ما باید دور بتیم، یعنی ما 60% بگیریم و 40% بر شما پرداخت بکنیم. ولی میگن نه، بیشترین خساره را ما به خود قبول میکنیم، کمترین خساره را ما بر شما مثلا مد نظر گرفتیم که هم 30% است. اگر واقعا دوستای عزیز ببینین یک سیستمای فیک کلاهبرداری است، یک سیستمای واقعی است. اگر شما نتورکر باشین یا نتورک کار کرده باشین این موضوع را خوبتر و بهتر میتونین درک بکنین که کمپانی های نتورک یعنی در سطح خیلی بالا. امیال ما تقریبا حدود 5 سال پیش ما با یک سیستم کار کردیم، سیستم نتورک مارکتینگ است. تا اینمیال او سیستم نتورک مارکتینگ کار میکنه، یعنی با سیستم هایی که ما تا فعلا کار کردیم بیشترشان فعالیت میکنه. چون بیشترشان بخش نتورک مارکتینگ است. ولی سیستم های آنلاین یا سیستم های مثلا پلتفرم هایی که ما امرای یک 3 یا 4 تاش کار کردیم هیچ دوام نکردن. بابت از اینکه چرا با مردم دروغ میگفتن، هیچ پول مردم پرداخت نمیکرد، درآمدهای بیشتر به مردم نشان میداد که مردم باور میکرد گرم میامد تا ای که مثلا ختم قراردادشان میشد کمپانی فرار میکرد میرفت. در جریان از اینکه مثلا فرض که 2 ماه قرارداد میکنه یا 1 ماه قرارداد میکنه با مشتری خود، در این جریان درآمدهای بیشتر پرداخت میکنه، مثلا در $50 روز $10 یا روز $12 نفر گرم میشه، دوستای خود دعوت میکنه. ای که دوستا رو دعوت میکنه سرمایه‌گذاری میکنه، یک وقت میبینه که تقریبا بالاتر از
3 یا 4 یا 5 یا 1 میلیون دلار جمع میشه و جلد وبسایت خود بسته میکنه و میره. درسته دوست عزیز؟ ولی اگر واقعا سر یک پلتفرم واقعی ما فکر بکنیم یا سر یک پلتفرم بهتر فکر بکنیم، اینا واقعا زحمت میکشه و سر از این خاطر است که کمپانی زینوس در حساب پرداختای خود بسیار دقت میکنه و بعض دوستا شکایت دارن که کمپانی مثلا مفاد خیلی کم پرداخت میکنه. بابت از این کم پرداخت میکنه که واقعی در بازار تجارت میکنه. اگر شما تاجر باشین یا مثلا تجارت های خرد و کوچک داشته باشین، شما اگر 2 یا 3 لک افغانی در یک دکان سرمایه‌گذاری کرده باشین، مطمئن باشین فعلا در دمی بازارهای، حتی بازارهای گرم جمهوریت هم که اگر ما مثلا کاروبار دکانداری ما میبود، در 3 لک روپیه که مثلا ما در دکان سرمایه‌گذاری میکردیم، روز 1500 2000 یا 2500 معاید میکردیم. از او خب بالا عاید نمیکردیم. این تجارت های واقعی است. در 2 یا 3 لک افغانی که اگر حساب بکنیم دیگه، اما تو تجارت های واقعی مفادای کم داره دوستای عزیز. کسایی که نتورک کار کرده اونا خوبتر بهتر میتونن موضوع گپ ما را بگیره تا ای که مثلا دوستایی که در پلتفرما فقط تجربه کاری حاصل کردن، و دوستایی که در پلتفرما تجربه کاری حاصل کردن اونا نمیتونن درک بکنن. چرا؟ چون بیشتر پلتفرما که آمده درآمدهای بیشتر پرداخت کرده. او دوستایی که مثلا در این پلتفرما کار کرده اونا این پلتفرمایی که بیشتر مفاد پرداخت میکنن اونا رو زیاد تایید میکنه. دیگه از این خاطر زیاد پرحرفی نمیکنم دوستای عزیز. خلاصه میخوایم بر شما بگیم کمپانی وقتی 30% دور میته بابت از اینکه مثلا به افراد پول پرداخت میکنه، بابت از اینکه به 12 لول پول پرداخت میکنه، بابت از اینکه مثلا سر پول ما جنس خریداری میکنه و او جنس پس تو وقت کنسل میکنی او جنس پس دوباره میفروشد. یعنی اگر کسر از این حساب بکنیم مطمئن باشین بالاتر از 60% میشه و ما حق 40% داریم. ولی باز هم کمپانی اینجا در کنار ما استاد شده و خیلی بازو داده. یعنی زینوس واقعا در این وقت که ما با سیستم های دیگه کار کردیم یعنی واقعا یک سیستم فوق العاده است. دیگه باز هم من از شما دعوت میکنم دوستای عزیز که اینجا کمپانی گفته اگر دوستایی که مثلا پول خود کشیده نیاز داشتن کشیدن، یا بعض دوستا گفتن که بیا یک چک بکنیم که آیا واقعا زینوس پول ما را میته یا نمیته. در این صورت دوستای عزیز اگر شما میخواین همو پولی را که شما برداشت کردین در بخش ریکاور فند زدین، همو پول پس دوباره بر کمپانی در بخش سپورت مسیج بکنین، همو پول پس دوباره به کمپانی روان بکنین، پس دوباره کمپانی همو اکانت قبلی تان فعال میکنه. ببینین این یک خدمت است، واقعا یک خدمت است. یعنی یک سیستم با همچو بزرگی با همچو مهربانی وارد بازار شده و ما در سیستم های یعنی واقعا در سیستم های کلاهبرداری یک سیستم های فیک بلد هستیم و این سیستم ها را واقعا هیچ توجهی نمی کنیم. یعنی شما یک دفعه منطقی روی سیستم بین یک فوکس تمرکز بندازین ببینین که چی یک سیستمی است. دیگه پرحرفی زیاد نمی کنم دوستای عزیز. وقت خوب و خوش براتون میخوایم. موفق باشین. باز هم جای سوال داشتین حتما در گروپ ها بر ما پیام بانین. ما حتما در او باره بر شما ویدیو میسازیم و معلوماتتان بیشتر میسازیم. دیگه وقتتان خوش. خدا نگهدارتان عزیز.